بله سلام علیکم. سلام علیکم قربان. علیکم السلام و رحمت الله. احمد هستم از تهران مزاحمتون میشم. جناب انصاری. آقا احمد از تهران، بفرمایید برادر بزرگوار. خوب هستین جناب انصاری؟ سلامت باشید. جناب انصاری اونجا قتلگاه کشتارگاه روافض دیگه بله؟ کجا؟ کشتارگاه روافض آقا. من به اصطلاح من ندیدم تا حالا یک رافضی بیاد اونجا بعد سالم از زیر دست شما خلاص بشه. این فضل و کرم الله سبحانه و تعالی است برادر بزرگوار و کشتارگاه نیست. انشالله که الله سبحانه و تعالی این برنامه رو هدایتگاهی بسازه برای روافض و همه کسانی که گمراه هستن انشالله. بنده یکی از همونا هستم جناب انصاری. 3 سال پیش زمانی که شما در مورد آقایون مداحان داشتیم برنامه میساختیم، برنامه پخش میکردین، من زمانی که داشتم پیش ماهواره تنظیم میکردم یکی از همین برنامه ها رو دیدم و با صدای شما موحد شدم و همه گمگشته زندگیمو پیدا کردم آقا. و از اون روز به بعد خدا میدونه که سرگشته و حیران همه کانال های توحیدی هم و به اصطلاح خصوص خود شما و جناب آقای ملازاده. سلامت باشید. همه شما برای ما عزیزین آقا. شما همه برای ما عزیزین، به ما زندگی دوباره دادین. من پس از 50 سال گمراهی اتفاق برام افتاد جناب انصاری. من 53 ساله هستم. 3 سال پیش اتفاق برام افتاد و شما باور نمی‌کنید که من چه تغییر عظیمی در زندگیم به وجود اومده. و اون احمد شیعه دروغگو باری به هر جهت صف عنصر خالی بند، چی باید بگم آقا؟ چی باید بگم؟ من تبدیل به عالم دیگه شدم. الله اکبر. آقا احمد بزرگوار، این لطف و مرحمت الله سبحانه و تعالی بر شماست و شما بنده نیک الله بودید که شما رو به این راه هدایت کرده. مسلما قربونتون برم. سپاسگزارم قربان. خدا ان شاءالله بهتون تندرستی بده. برای شما و خانواده محترمتون آرزوی تندرستی داریم قربان. سلامت باشید. الله نگهدارتون. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون.